توی ویدیو امروز قراره با هم دیگه تمام زمانهای انگلیسی در زمان حال، گذشته و آینده رو با هم بررسی کنیم، باهاشون مثال یاد بگیریم، بلد باشیم که اصلا هر کدوم کجا کاربرد دارن. پس با من تا آخر ویدیو همراه باش. سلام، من آرام هستم و اینجا سینکسته. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای یوتیوب من. قبل از شروع ویدیو خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب کنید. حتما زنگولش رو هم روشن کنید تا همیشه اولین نفری باشید که از ویدیوها با خبر میشید. این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستید تا اگه اونا هم مشکل گرامری دارن با هم دیگه حلشون کنیم. بزن بریم. قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع بکنم لازمه که بدونید هیچ نیازی به یه دفتر و یه خودکار ندارید. فقط کافیه وارد لینک کانال تلگرام من بشید که لینکش توی دیسکریپشن هست. وقتی که وارد شدید جزوه این قسمت از ویدیو رو دانلود بکنید که توی پین های کانال میتونید پیداش کنید. بعد از اون میتونید PDF رو همزمان باز کنید، برگردید به ویدیو و شروع بکنید ویدیو رو تا آخر نگاه کردن. اما اگر نه دوست دارید که دستخط خودتون باشه، پس حتما یه دفتر و یه خودکار با خودتون بیارید و شروع بکنید به همراه من نوشتن. بریم با هم شروع بکنیم. لازمه که بدونید زمانهای اصلی یا تنسهای اصلی توی زبان انگلیسی فقط سه تا: present زمان حال، past زمان گذشته و future زمان آینده. ما غیر از اینا زمان دیگه ای نداریم. ما یا الان داریم زندگی میکنیم، یا تو گذشته زندگی کردیم، یا قراره تو آینده زندگی بکنیم. پس خارج از این سه تا وجود نداره. حالا هر کدوم از این سه زمان واسه خودشون 4 تا قسمت یا زیر ویژگی مثلا میتونم بگم که مختص خودشونه دارن. حالت سیمپل یا ساده، حالت continuous یا استمراری، حالت perfect یعنی کامل و حالت perfect continuous حالت کامل استمراری. من از این که بخوام بیام فارسیشونو بگم خیلی خوشم نمیاد واقعیتش. بر همین اگر من هر جا گفتم present simple یعنی حال ساده، present continuous یعنی زمان حال استمراری، present perfect simple یا present perfect عادی میشه حال کامل ساده، یا present perfect continuous یعنی حال کامل استمراری. من و اینا رو همه دیگه یه دونه گذشته یا آینده بهش اضافه کنید. من دیگه اینا رو فارسیش رو سعی میکنم نگم، شاید یه جایی از ویدیو هم به کار ببرم. بریم با هم دیگه شروع بکنیم. قبل از اینکه بخوام بهتون توضیح بدم لازمه که بهتون بگم اگر دیدین چشم من هی میره رو لپتاپ میاد اینجا، به خاطر اینه که میخوام نکته رو فراموش نکنم. PDF که ساختم الان روی لپتاپم هست و دوست ندارم که چیزی رو به اشتباه یا حالا حواسم نباشه جا بندازم. میخوام همه چی رو بهتون کامل تدریس بکنم. اولین گرامری که میخوایم با هم کار کنیم، اولین تنسمون present simple tense هست. حواستون باشه که ما present simple رو برای وقتی که داریم راجع به کلیات یعنی به صورت جنرال صحبت میکنیم استفاده میکنیم، برای فکت ها استفاده میکنیم و برای عادت ها یا اصطلاحاً habits، برای اینا از present simple استفاده میکنیم. اینا حواستون باشه که حتی میتونیم present simple رو برای در واقع ایونت ها یا اتفاقاتی که در آینده برنامه ریزی شده هستن یا اسکیجول هستن هم استفاده بکنیم. پس توی 4 حالت ما از present simple استفاده میکنیم: fact، general statement، habits و schedule events in the future. یادتون بمونه. حالا لازمه که شما استراکچر present simple رو بدونید. استراکچر یا ساختار present simple به این صورته: subject یعنی فاعل به اضافه base form of the verb یعنی حالت پایه یا عادی فعل، یعنی نه ایدی میگیره نه ing میگیره نه هیچی، base form. اما نکته که اینجا وجود داره، بسته به سابجکت ما بیس فرم ما میتونه تغییر بکنه، اما نه تغییری که خیلی عجیب غریب باشه. فکر میکنم بیشترتون اینو میدونید. اگر سابجکت ما he، she و یا it باشه، فعل ما میتونه s، es یا ies بگیره.
بنابراین که حالا اون فعل با چه حرفی تموم میشه و چه شکلی هستش. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره و خیلی اشتباه میشه اینه که مردم همه زبان آموزا فکر میکنن که present simple رو نمیتونن با to be verb استفاده بکنن، در صورتی که ما یک زمانی داریم توی present simple میتونیم از to be توش استفاده بکنیم، به شرطی که بعد از اون to be verb یعنی بعد از am, is و are ما دیگه فعل نداشته باشیم، بلکه مثلا یک اسم یا یک صفت داشته باشیم، یا مثلا میخوایم راجع به شغل همون صحبت بکنیم. درسته؟ مثلا من میگم I am a teacher. این present simple، این شغل منه. این یه حالت کلی و جنراله و البته فکت هم هست، در عین حال یه جورایی habit هم محسوب میشه، پس حتما present simple. من نمیتونم بگم I am a teacher present continuous. یا مثلا میتونم بگم I am so tired. I am tired. من خیلی خستم. این کاملا present simple. هیچ فعل دیگه بجز to be verb توش وجود نداره. بعد از to be verb یه صفت داریم. درسته؟ یا مثلا میگم I am آرام. اسم من آرامه. خب این present simple دیگه، بعد از am, is, are که گذاشتم یه دونه اسم یک noun قرار دادم. پس اینم present simple. این اصلی ترین نکته ها برای present simple بود. بریم با هم چند تا مثال ببینیم. مثلا I am a woman. My name is Aram. I live in Iran. The train to London leaves at 8 p.m. Water freezes at 0 degrees Celsius. Helen loves dogs. Will goes to the gym 3 times a week. نکته مهمی که اینجا گفتم وجود داره، فعلهای بیس فرمی که بعد از he, she و it اومدن به صورت s, es یا ies گرفته اومدن. حالا چه زمانی ما s بذاریم، چه زمانی ما ies بذاریم، چه زمانی es بذاریم. اصولاً بیشتر کلمه ها توی انگلیسی s میگیرن. کلمه هایی که به ای ختم میشن اس میگیرن. کلمه هایی که آخرشون وای داره و قبل از وای ما یک دونه vowel sound داریم. میدونیم vowel sound چیه دیگه. vowel sound ها اینا هستن A, I, O, U, E. قبل از وای آخر کلمه یکی از این 5 حرف وجود داشته باشه، ما همچنان اس اضافه میکنیم و اگه دوست داشتید تو کامنت ها بهم بگید که یه دونه ویدیو مجزا درباره اضافه کردن اس, es یا ies به افعال و همینطور جمع بستن اسامی درست بکنم. اگه مشتاق باشید این کار انجام میدم. بعد از همه اینا اینو می‌خواستم بهتون بگم که بیشتر فعل ها اس میگیرن. یه سری افعال هستن توی انگلیسی که به ch, sh, s, و x ختم میشن. مثل کلمه یا فعل relax. اینو اگه من بخوام بگم she relax، اگه بخوام اس بهش اضافه بکنم باید ای قبل اس بذارم که راحت‌تر تلفظ بشه. میگم she relaxes. یا این که مثلا watch آخرش ch داره، میگم he watches TV، پس es اضافه میکنم. یه چیز دیگه، تلفظ این اضافه کردن s و ies یه مقداری نکته داره. بازم اگر دوست داشتید تو کامنت ها بهم بگید تا یه ویدیو مجزا درباره فقط تلفظ این کلمه ها براتون درست بکنم. و آخرین مورد اضافه کردن ies. کی ما ies اضافه میکنیم؟ زمانی که کلممون به وای ختم میشه اما قبل از وای ما دیگه vowel sound نداریم بلکه کانسوننت داریم. کانسوننت میشه سایر حروف انگلیسی که vowel sound نباشن. مثلا کلمه study قبل از وای حرف دی داریم که یک کانسوننته، پس study وایش حذف میشه، به جای وای آی میذاریم و بعد یه es اضافه میکنیم. این هم از پروسه اضافه کردن و مفرد کردن افعال برای he, she, it و حالا اسامی. حواستون باشه به این مسئله که وقتی که یه اسم میاد اول جمله، اسم همیشه یا هیه یا شیه یا ایته. درسته؟ مگر اینکه چند تا اسم مثلا با and به هم وصل شده باشن یا چند تا سابجکت به هم وصل شده باشن. مثلا میگم Sarah and I، اینجا ما 2 نفریم، میشه we. پس بنابراین فعلمون باید همونطوری
بیس فرم بیاد بدون اینکه SES یا IES بگیره. یا اینکه مثلا میگم my classmates, my friends، اینجا باز دوباره فعلمون بیس فرم میاد و S و ES نمیگیره. یا اسم یه حیوان میاد، حیوان عملا میشه it، پس بنابراین باید SES یا IES بگیره. خب بریم با هم سراغ present continuous. present continuous در واقع واسه اتفاقاتیه که همین الان در حال رخ دادنه. اصطلاحاً تو انگلیسی بهش میگیم happening at the moment of speaking. استراکچر اصلیش به این صورته: subject به اضافه to be verb به اضافه فعل به همراه ing. این خیلی مهمه. چه توی سوالی کردن، چه توی مثبت نوشتن، چه توی منفی نوشتن، شما حتما ing رو دارید. حواستون به این مسئله باشه. این هم دقت بکنید که توی انگلیسی ما دو مدل فعل داریم. یه سری اکشن ورب داریم، یه سری استیت ورب داریم. استیت ورب ها یعنی فعل هایی هستن که حالت رو بیان میکنن. استیت یعنی حالت رو بیان میکنن. ما نمیتونیم استیت ورب ها رو با پرزنت کانتینیوس به کار ببریم. باید با پرزنت سیمپل به کارشون ببریم. براتون مثال میزنم. مثلا eat یک فعلی هستش که اکشنه، اکتیوه و داره کاری انجام میشه. من دارم میخورم. میتونیم بگیم I am eating lunch یا I am مثلا eating ice cream مثلا. خب اما کلمه مثل believe باور داشتن یا باور کردن. believe یک حالته. شما باور کردن کاری انجام نمیده، یک حالت ذهنیه. برای همین نمیتونیم بگیم I am believing in God. غلطه. میگیم I believe in God. حتما باید با present simple گفته بشه. یه سری فعلای استیت ورب دیگه بخوام بهتون بگم میشه مثلا have, want, love, hate. حتما اینا با present simple استفاده میشن، نه با present continuous. یه چند تا مثال با هم دیگه ببینیم. مثلا I am eating breakfast. They are baking cookies. It is snowing. این هم حواستون باشه. یه سری اکتیویتی ها هستن که در طول یک زمانی، مثلا در طول یک هفته، در طول یک سال دائمی نیستن، تمپرری هن. یعنی یه تایمی بالاخره تموم میشن، در حال انجام و یه تایمی تموم میشن. زمانی که یک سری اکتیویتی، یه سری فعالیت ها تمپرری باشن، ما از present continuous استفاده میکنیم. و یکی دیگه از استفاده های present continuous این هستش که شما میتونید برای برنامه ریزی های آینده هم ازش استفاده بکنید. یعنی arrangements in the future. اینا پلن ها یا برنامه ریزی هستن که ما با یک فرد دیگه در آینده داریم. خب مثلا فرض کنید میخوایم هفته دیگه بریم سینما با خالم. اینا میگم we are going to the cinema next week with my aunt. مثلا بریم سراغ یه دونه مثال از این حالت arrangement in the future. Sarah is meeting her parents for dinner tomorrow. یک حالت برنامه ریزی شده با خانواده‌شه، پس یک arrangement. یه دونه مثال هم واسه temporary میخوام براتون بزنم. میگم they are working from home at the moment. temporary. الان دارن یه کاری رو انجام میدن توی خونه که دائمی نیست. توی خونه همیشه این کار انجام نمیدن. یه کار temporary هستش. اوکی. بریم سراغ present perfect simple یا همون present perfect. بچه ها توی 3 تا حالت ما از present perfect استفاده میکنیم. اما قبل از اینکه من بخوام بهتون این حالت‌های مختلف استفاده از present perfect رو بگم، بریم با هم استراکچرش رو ببینیم، ساختارش رو ببینیم. ساختارش به این صورته: subject plus have or has plus past participle. have or has همیشه دائمی توی این جملات هستن. یعنی چی؟ حواستون باشه که بسته به سابجکتی که دارید have یا has متغیره. برای I, you, we و they از have استفاده میکنید و برای he و she و it از has استفاده میکنید. و پس پارتیسیپل یا همون قسمت سوم فعل در حالت گذشته است که دو حالت داره: regular و irregular که توی past simple با هم دیگه کمی بیشتر بررسی می‌کنیم regular verb و irregular verb ها رو. اما اینجا چون قضیه برای past participle و کاری به past simple نداره، لازمه که بهتون یه توضیح کوچیک بدم. past participle همونطور که بهتون گفتم قسمت سوم فعل هست و زمانی ازش استفاده میشه که میخوایم از حالت پرفکت استفاده بکنیم توی جملاتمون. حالا این به چه صورت هست؟ اگر رگولر باشه، یعنی با قاعده باشه، قانون داشته باشه، ما فقط به آخر فعلمون یه دونه ed، d یا ied اضافه میکنیم. بازم بستگی داره مثل قبل که کلمه چطوری پایان پیدا بکنه، اون فعلمون چجوری آخرش چطوری باشه. و در اون صورت ما از حالت regular past participle استفاده میکنیم. اما irregular past participle یا افعال قسمت سومی که بی قاعده هستن
در واقع کاملا تغییر میکنن. مثلا کلمه go گذشته سالش میشه went و پس پارتیسیپلش میشه gone. یا مثلا بخوام رگولر براتون مثال بزنم، مثل کلمه play آخرش y داره، قبل از y ما یک کانسوننت داریم، پس فقط کافیه که یه دونه ed اضافه بکنیم، میشه played. به همین صورت لازمه که حتما پس پارتیسیپل ها رو در حد سطح خودتون حفظ بکنید. برای حفظ کردنشون هم کافیه که توی گوگل سرچ بکنید پس پارتیسیپل وربز، خودش براتون میاره، یا اینکه میتونید از ته دیکشنری هایی که دارید استفاده بکنید و ته اونام نوشته. اگر هم کتاب های زبان آموزی استودنت بوک هایی دارید که مال آموزشگاه ها بوده که قبلا مثلا میخونید، ته اونها هم همیشه یک سری جدول present past و past perfect یا past participle داره. میتونید همه رو حفظ بکنید. بهتون توصیه میکنم که حتما چند مورد رو حفظ بکنید. البته وقتی که بخواید جمله سازی بکنید یا اینکه یه سری کتاب بخونید، فیلم ببینید، ناخودآگاه یه سری چیزا رو از حفظ میشید ناخواسته، ولی خب بهتره که خواسته همین سری چیزا رو حفظ بکنید. بریم درباره اینکه هر کدوم از استفاده های present perfect صحبت بکنیم. Number 1. وقتی که میخوایم راجع به چیزایی صحبت بکنیم که توی گذشته شروع شده، اینو همه بلدن، تو گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده. هر وقت از هر زبان آموزی میپرسی آقا present perfect کجا استفاده میشه، یا آقا یه کاری در گذشته شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده. این یکی از ساختارها و استفاده از present perfect simple هست. در واقع اتفاقاتی هستن که unfinished یا ناتمام هستن و معمولا هم میگیم که طول زمانیش چطوری بوده، چقدر طول کشیده. خب مثلا بریم با هم 3 مثال ببینیم. I have lived in the UK all my life. یا مثلا she has been at university since 2020. یا مثلا we have been married for about 35 years. 2 نکته اینجا داریم، کلمات since و for. لازمه که بدونید بعد از کلمه since ما 2 کار میتونیم انجام بدیم. یا یک مبدأ زمانی رو مشخص میکنیم، مثل همین سال 2020. یکی میتونیم از past simple استفاده بکنیم، یعنی مثلا میتونم بگم she has been at university since she was 18. مثلا از simple استفاده میکنیم. و راجع به for، بعد از for ما یک طول زمانی رو استفاده میکنیم، مثل همین for 35 years، یک طول زمانی رو ما حتما استفاده میکنیم. بریم سراغ استفاده دوم از present perfect. وقتی که میخوایم درباره تجربیاتمون یا experience صحبت بکنیم، اگر مثلا میخوایم درباره تجربه زندگیمون توی یک کشور دیگه صحبت بکنیم، درباره تجربه کار کردنمون توی یک آفیس خاص، یک شرکت، یک کمپانی خاص میخوایم استفاده بکنیم، میخوایم توضیح بدیم، استفاده میکنیم، اما حتما توجه داشته باشید که توی این موقعیت از استفاده از present perfect simple به هیچ عنوان ما زمان رو مشخص نمیتونیم بکنیم. یعنی ما نمیگیم کی این اتفاق افتاده. اوکی؟ مثلا بریم سراغ مثالاش. She has been to Canada 3 times. 3 بار کانادا بوده، ولی این کی و چه زمانی و چه سالی و چقدر طول کشیده رو ما نمیگیم، فقط یه تجربه است. یا مثلا We have met the Queen. این که کی این کارو کردیم، چه سالی بوده، چقدر زمان برده برام مهم نیست، مهم اینه که ما کوین رو دیدیم. و I have read all the Harry Potter books. من این تجربه دارم که کتاب هری پاتر رو خونده باشم. اینکه چقدر زمان برده، از کی شروع کردم، چند سالم بوده برام مهم نیست. و زمان حالت سومش وقتی استفاده میشه که ما میخوایم درباره اتفاقات گذشته صحبت بکنیم، اما تأثیرش رو تو زمان حال داریم میبینیم. پس یه پس اکشنی هستش که ما کانسیکونسش رو یا نتیجهش رو داریم توی زمان حال میبینیم. مثلا I have eaten breakfast so I'm not hungry. کانسیکونس این جمله یا نتیجه این جمله اینه که من الان گشنم نیست و دلیلش توی گذشته نهفته است. چرا؟ چون که من همین چند دقیقه پیش صبحونه خوردم. یا مثلا Mike has lost his keys so he's going to be late for work. خب چرا قراره که دیر بکنه؟ نتیجهش اینه که قراره دیر بکنه. چرا؟ دلیلش تو گذشته است. چون که کلیداشو جا گذاشته یا گم کرده. We have left our passports at home and we can't board the plane. کانسیکونس این هستش که نمیتونن سوار هواپیما بشن. چرا؟ دلیلش تو گذشته است. چون که پاسپورتاشون رو توی خونه جا گذاشتن. تا اینجا ما 3 حالت از present رو کار کردیم. present simple، present continuous و present perfect و present perfect simple. الان میخوایم بریم سراغ present perfect continuous. بچه‌ها ما از present perfect continuous اغلب برای کارهایی استفاده میکنیم یا ازش صحبت میکنیم که یه سری کارها رو بدون وقفه، بدون اینکه استوپی بهش بدیم، انجام دادیم و هنوز تموم نشدن. پس این خیلی مهمه که بهش دقت داشته باشید.
یک مسئله که وجود داره اینه که این حالت که بهتون گفتم یه تعریف دیگه داره، اینه که از گذشته کاری شروع شده به انجام شدن و تا زمان حال ادامه پیدا کرده. این خیلی شبیه به present perfect simple هست، اما یه سری تفاوت‌های کلیدی و اساسی داره که وقتی توضیح بدم میتونید متوجه بشید که با هم چه فرقی دارن. و یه چیزی هم که مهمه درباره present perfect continuous این هستش که اون طول زمانی، اینکه چقدر طول کشیده تا ما یه کاری رو انجام بدیم در واقع توش مشخصه. اول از همه راجع به که استراکچر یا ساختارش رو بدونید. ساختارش به این صورته. از خود ساختارش عملا یکی از بزرگترین تفاوت‌هاش با همون present perfect simple هست subject به اضافه have یا has به اضافه been به اضافه verb ing. پس اون been و verb ing باعث میشه که کاملا ساختارش از present perfect مجزا بشه. اینه که بهتون گفتم ما درباره این صحبت میکنیم که چقدر طول کشیده یک کاری در گذشته تا به حال برسه، یه اتفاقی در گذشته رخ داده و تا زمان حال بدون اینکه اینتراپت بشه، بدون اینکه استاپ بشه، متوقف بشه، بی‌وقفه کار کرده و هنوز هم تموم نشده. بریم با هم دیگه چند تا مثال ببینیم. I have been watching that new series on TV and I haven't finished it yet. درسته؟ Ellen has been replying to emails for 2 hours already. دو تا نکته داریم. یکی کلمه recently هست، یکی کلمه lately، یکی هم already. already و recently رو میتونید توی present perfect simple هم استفاده بکنید. اما lately و recently بیشتر توی present perfect continuous استفاده میشن و به معنی این هستن که یک اتفاقی در همین لحظه انجام شده. خب بریم با هم یه سری مثال ببینیم. مثلا I have been practicing my football skills a lot lately. یعنی مثلا اخیراً من خیلی فوتبال تمرین کردم. و oh look it's been snowing. یعنی چی؟ یعنی وای نگاه کن داشته برف می اومده یا داره برف میاد. حالا میخوایم با هم دیگه بریم سراغ زمان دوم که هست گذشته یا past. دوباره مثل present 4 تا حالت داره: past simple، past continuous، past perfect و past perfect continuous که خیلی مهم هستن و خیلی استفاده دارن. گاهی اوقات هم با هم خیلی جابجا میشن، اشتباه استفاده میشن، پس بریم با هم دیگه برای همیشه یادشون بگیریم. حواستون باشه که ما از زمان گذشته واسه اتفاقاتی استفاده میکنیم که توی زمانی به غیر از زمان حال و آینده اتفاق افتادن، پس تو گذشته بودن. و بریم با هم دیگه past simple رو ببینیم. past simple برای اتفاقاتی هستش که قبل از زمان حال انجام شده و تموم شده رفته. اصطلاحاً میگیم finished actions، کلاً تموم شده رفته. و میتونیم بیشتر اوقات توی past simple بگیم که اون اتفاقی که تو گذشته انجام شده و تموم شده رفته چه زمانی اتفاق افتاده. یعنی میتونیم بگیم when. همونطور که یادتونه توی present perfect ما نمیتونستیم از زمان دقیق استفاده بکنیم یا تو بهترین حالت از since و for استفاده میکردیم، اما توی past simple میتونیم خیلی راحت از هر زمانی که دلمون میخواد استفاده بکنیم. و مهمترین قسمت ماجرا استراکچر یا ساختار این گرامر هست که هست subject plus past simple. بهتون گفتم که ما دو مدل past simple داریم، regular و irregular. regular ها رو که بهتون گفتم قاعده دارن، بهشون ed یا d خالی اضافه میکنیم متناسب با اینکه حالا اون فعل چی هست، به چه شکلی تموم شده. و بی قاعده یا irregular ها اینجوری هستن که ما کلا تغییرشون میدیم. یا بهتونم گفتم که چطوری میتونید یادشون بگیرید. بریم با هم دیگه چند تا مثال از past simple ببینیم. For example, I went to bed at 10 p.m. last night. هم زمان داریم، هم ساعت داریم و گذشته است. went هم یک فعل گذشته ساده به حالت irregular هستش. Dennis ate a whole box of chocolates for breakfast. Eat گذشته سادهش که irregular هم هست میشه ate. مثال بعدی My mom bought me a birthday present. Bought دوباره یک فعل گذشته ساده برای فعل buy هست به معنی خرید کردن و به صورت irregular هم هست. و they played tennis at school. بهتون گفتم play یک فعلی هستش که آخرش y داره، قبلش یه دونه a یا vowel sound داریم، پس فقط کافیه یک ed بهش اضافه بکنیم. اینم از این. بریم سراغ past continuous. یکی از مورد علاقه ترین گرامرهای من، نمیدونم چرا ولی خیلی دوستش دارم. واقعا نمیدونم چرا ولی واقعا خیلی دوستش دارم. past continuous با past simple فرقش اینه. یه نکته این وسط بهتون بگم، هر وقت توی هر گرامری کلمه continuous یا progressive دیدید
مطمئن باشید که اون گرامر توش ING و to be verb به کار گرفته شده. حالا اون to be verb یا به حالت am و is و are یا به حالت was و were هست که الان با هم می‌بینیم یا به صورت been میاد که توی مثلا present perfect continuous با هم دیدیمش. پس استراکچرش میشه مثل present continuous که subject داشتیم to be verb داشتیم و ing، اینجا هم subject داریم to be verb داریم و ing، اما to be verbش پسته، به صورت قسمت دوم فعل میاد. گذشته فعل am is و are هست was و were. was برای am و is کار میره و were برای are. ما در واقع 3 تا استفاده داریم از past continuous. اولش این هستش که یک اتفاقی در گذشته در یک زمان خاصی در حال انجام بوده. مثلا Tom was cooking dinner yesterday evening. یا مثلا At 2 p.m. I was waiting for the bus. همچنان میتونید توی past continuous هم از یک سری زمان ها استفاده بکنید. حالت دومی که ما از past continuous استفاده میکنیم اینه که میخوایم یک سری اطلاعات گذشته رو راجع بهشون صحبت بکنیم یا اصطلاحاً background information. بریم با هم مثال ببینیم تا بهتر متوجه بشیم. مثلا Will was speaking to me while I was recording a video. مشخصه یک اتفاقی در گذشته انجام داشته می شده که با یک اتفاق دیگه تو گذشته با هم تداخل پیدا کردن و در واقع تو بک‌گراندش اتفاق افتاده ها، یعنی اول یک کاری داشته انجام می شده و بعد یک کار دیگه همزمان بهش برخورد کرده. این یه حالتی بهش میگیم background information و خیلی شبیه استفاده حالت سوم از past continuous هست. زمانی که یک اتفاق در حال انجامی توسط یک فعالیت دیگه اینتراپت میشه. اما حواستون باشه که اون در واقع اتفاقی که اینجوری بهتون میگم که اون اتفاقی که اینتراپتش کرده عموما با پست سیمپل میاد و اون یکی اتفاق با پست کانتینیوس میاد. الان با هم مثال میبینیم. We were eating dinner when he arrived. پس موقعی که ما داشتیم غذا میخوردیم اون رسید. درسته، رسیدن اون با غذا خوردن ما تداخل پیدا کرده. They were chatting about their holiday when Ben called them. داشتن با هم دیگه چت میکردن و بن هم بهش زنگ زد. و people were shouting and singing when I arrived at the party. یعنی مردم داشتن شلوغ میکردن، میخوندن، آواز میخوندن اینا وقتی که من رسیدم. حواستون باشه که بعد از when دارید میبینید بیشتر وقتها ما از past simple استفاده میکنیم. بریم سراغ past perfect یا همون past perfect simple. بچه‌ها past perfect چیز به نسبت آسونیه اگه با دقت گوش بدید که چی میگم. بچه‌ها ما از past perfect زمانی استفاده میکنیم که یک اتفاقی قبل از یک اتفاق دیگه در گذشته رخ داده و تا یک زمان مشخصی ادامه پیدا کرده. یعنی چی؟ با هم مثال میبینیم اما قبلش میخوام بهتون استراکچرش رو بگم و بعد این توضیحی که دادم با مثال بهتر متوجه میشیم. اینم یادتون باشه که اون حالت گفتم بهتون یه اتفاقی توی گذشته اتفاق افتاده قبل از اینکه یک کار دیگه تو گذشته توی یک زمان مشخصی اتفاق بیفته و این با past simple قاطی میشه، یعنی ترکیب میشه و یک جمله past perfect به ما تحویل میده. حالا من براتون توضیح میدم که ماجرا از چه قراره. استراکچرش به این صورته: subject به اضافه had به اضافه past participle. اگه یادتون باشه present perfect simple توش have یا has داشت. چرا؟ چون اون present بود. الان که شد past perfect have یا hasمون باید به گذشته تبدیل بشن و گذشته یه چه فعل have و چه فعل has هستش had. درسته؟ و past participle هم که بهتون کامل توضیح دادم. همون قسمت سوم فعل در حالت گذشته هست که دو حالت داشت: regular و بریم سراغ مثالاش تا بهتر براتون جا بیفته و ببینید که من چی گفتم، منظورم از اون همه حرفی که زدم چی بوده. مثال اول: I had lived in London for 20 years by the time I moved to France. یعنی تا قبل از اینکه من برم فرانسه 20 سال توی لندن زندگی می‌کردم. درسته؟ When I arrived at the stop, the bus had already left. یعنی چی؟ یعنی اول اتوبوس رفته بعد من رسیدم. پس اتفاقی که بعد اتفاق میفته یا رخ میده رو ما با past simple میگیم و اتفاقی که قبل تر افتاده رو با past perfect به کار میبریم. مثال بعدی: She had worked at the company for 5 years when it closed. یا مثال بعدی: You had traveled to 10 countries before your second birthday. پس وقتی که تولد دومش رو مثلا گرفته 10 تا کشور قبلش دیده بوده. اوکی. بریم سراغ past perfect continuous. استراکچر این همونطور که بهتون گفتم هر جایی کلمه
continuous دیدین باید یک to be verb و یک ing داشته باشید. درسته؟ و زمانی هم که کلمه perfect رو میبینید باید یه havey، hasy، haddy چیزی داشته باشید. پس past perfect continuous به این صورت میشه subject plus had been plus verb ing. بچه ها معمولاً اینو بهتون بگم که past perfect و past perfect continuous خیلی اوقات میتونن جابجا جای همدیگه استفاده بشن. اصطلاحاً میگیم تو انگلیسی interchangeable. Interchangeably they can be used instead of another one. و بیشتر هم این حالت زمانی اتفاق میفته که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی مثلا بیشتر نیتیو ها از این حالت استفاده میکنن و شاید توی کتاب ها و اینجور چیزا شما کم با این مسئله روبرو بشید. و یک مسئله هم که لازمه بدونید این هستش که واقعا از نظر مفهومی هیچ تفاوتی past perfect continuous با past perfect نداره. بریم با هم چند تا مثال ببینیم و یه نکته آخرش میخوام بهتون بگم. I had worked there for 5 years when the company closed. این گرامر چیه؟ آفرین. Past perfect simple. حالا بریم با هم past perfect continuousش هم ببینیم. I had been working there for 5 years when the company closed. پس میتونید جای هم دیگه استفادهشون بکنید. اما اگر میخواین یه طول زمانی رو روش تأکید بکنید که یک تایمی بالاخره یک کاری رو انجام دادید توی گذشته، میتونید که نه بهتر از past perfect continuous استفاده بکنید. مثلا she had been asking the students to get ready for 15 minutes before they decided to listen to her. یا they had been walking for hours when they finally decided they were lost and called for help. اینجا بهتره که از همین past perfect continuous استفاده بشه. میتونین از past perfect simple استفاده بکنید، ولی چون یک بازه زمانی مشخص کرده، اون لنگثش، اون طول زمانیش مشخصه، درست‌تر این هستش که از past perfect continuous استفاده بکنید. لازمه که 2 تا نکته دیگه هم درباره past perfect continuous بهتون بگم. اولیش اینه که اگر دارین درباره یک اتفاق، یک عملی توی گذشته صحبت می‌کنید که تا یه زمان خاصی ادامه داشته و حتی بعد از اون هم ادامه پیدا کرده، حتما باید از past perfect continuous استفاده بکنید. و همینطور اگر دارید درباره یک اتفاق، یک عمل تکرار شونده در گذشته توی تا یک زمان مشخصی صحبت می‌کنید، بازم باید از past perfect continuous استفاده بکنید. الان 2 تا مثال بهتون میگم، 4 تا مثال بهتون میگم و توضیح میدم که هر کدوم، نه 3 تا مثال بهتون میگم تا ببینیم که هر کدوم تو کدومی که از این نکته‌ها قرار میگیرن. اولین مثال: I had been writing my book for almost a year when the publisher told me we finally had a deal. این یک اتفاقی بوده که در گذشته داشته توی تا یک زمان مشخصی، یک certain timeی اتفاق می افتاده و بعد از اون هم همچنان ادامه پیدا کرده تا بالاخره مثلا حالا اون پابلیشر یا اون ناشر بهش گفته که ما بالاخره میتونیم با هم قرارداد ببندیم. 2 تا مثال دیگه داریم. Dan had been training for the marathon every day until he broke his ankle. اینجا یک اتفاق تکرار شونده ای، یعنی had been training، داشته تمرین میکرده، یه اتفاق تکرار شونده در حال انجام بوده و فاینالی یه اتفاقی افتاده. پس این میشه repeated action، اون موضوع دوم که بهتون گفتم. و مثال بعدی: The orchestra had been practicing for months before the concert happened. پس همش در حال تمرین بودن اون ارکستر و تا زمانی که رسیدن به روز اجرا. و در نهایت بریم سراغ زمان آینده که آخرین تنسی هستش که میخوایم با هم کار بکنیم. همچنان 4 تا حالت داره: future simple، future continuous، future perfect و future perfect continuous. بریم با هم ببینیم که چه خبره. بریم سراغ future simple که استراکچری هستش یا در واقع ساختاری هستش که شما همونجوری الکی ازش زیاد استفاده کردین، اما فارغ از این که بدونید آقا من دارم درست استفاده میکنم یا دارم اشتباه استفاده میکنم. بریم با هم امروز اینو کامل یادش بگیریم. همونجوری که میدونین future simple توش فقط یه دونه auxiliary داره، اون هم کلمه will هست که منفیش میشه won't. تا اینجا ما چند تا auxiliary verb یاد گرفتیم که من فراموش کردم بهتون بگم، الان بهتون میگم. یکی do و does هست که همونطوری که میدونید توی present simple ازش استفاده میشه. برای I, you, we و they از do یا don't استفاده میکنیم و برای he, she و it از doesn't یا does استفاده میکنیم. این هم میدونیم که do و does رو توی سوال استفاده میکنیم و don't و doesn't رو توی منفی کردن. دومین auxiliary که یاد گرفتیم did یا didn't بود که برای تمام subject ها ثابته. یعنی برای I, you, we, they, he, she, it توی حالت سوالی کردن از did استفاده میکنیم و توی حالت منفی کردن از didn't استفاده میکنیم. یک سری افعال یاد گرفتیم مثل to be verb ها. to be verb ها خودشون main verb محسوب میشن و مگر اینکه
توی حالت کانتینیوس باشن. اگه توی حالت سیمپل فرم از to be verb ها استفاده بکنیم در اون صورت باز همچنان فعل اصلی محسوب میشن، ولی قابلیت منفی شدن رو هم دارن. حواستون باشه واسه سوالی کردن با دو، داز و دید فقط و فقط کافیه که این کلمات پرسشی رو بیاریم اول جمله و بعد مابقی جمله رو بنویسیم. اما واسه سوالی کردن با to be verb ها لازمه که جای to be verb رو با در واقع سابجکتمون عوض بکنیم. یعنی اگر مثلا میگم she is listening to a music، سوالیش میشه is she listening to a music؟ درسته، پس جاشون عوض شده. اما اگر بگم she listens to music every day، پس میشه does she listen to music every day؟ و اینا حواستون باشه که توی حالت present simple اگر و همینطور توی past simple اگر دارید از کلمه does، doesn't، did و یا didn't استفاده میکنین، فعل بعد از اونها به صورت ساده میاد. یعنی نه اس میگیره، نه ای اس میگیره، نه آی ای اس، نه ایدی، نه دی و نه آی ایدی. به صورت سیمپل و ساده میاد. و حالا آخرین در واقع auxiliary verbی که با هم یا فعل کمکی که با هم قرار یاد بگیریم، یه دونه دیگه هم یاد گرفتیم. یادم رفت بهتون بگم have یا has بود که گذشتهش میشد had. یکی دیگه هست will و زیاد از will استفاده کردید. دیگه همتون میدونید که استراکچر future simple این هست: subject به اضافه will به اضافه base form of the verb. هیچ کاری هم نداریم که subjectمون چیه، will و فعلمون به صورت base form میاد. هیچ تغییری توش اتفاق نمیفته. نکته بسیار مهم استفاده‌ایه که ما از ویل یا همین فیوچر سیمپل میکنیم. اونم این هستش که ما زمانی ازش استفاده میکنیم که داریم فکر میکنیم توی آینده یک چیزی رخ میده و اتفاق میفته. پس یک چیزی که ازش مطمئنیم در آینده قرار اتفاق بیفته، دارم میگم قرار اتفاق بیفته رو ما نمیتونیم با ویل به کار ببریم. به جاش از to be going to استفاده میکنیم که خیلی مهم هست و لازمه که بدونید. بعد از to be going to حواستون باشه که فعلتون دوباره بیس فرم میاد و زمانی هستش که شما مطمئنید دارید راجع به چی صحبت میکنید در آینده. مثلا مطمئنید که هفته آینده مثلا چهارشنبه 8 شب قراره برید سینما. توی فارسی هم میگیم قراره، پس قراره رو گذاشتیم، مطمئنیم. اما تو آینده که معلوم نیست شما هفته دیگه چهارشنبه میرید سینما یا نه، از ویل استفاده میکنید. بریم با هم دیگه دو تا مثال ببینیم از اینکه داریم فکر میکنیم درباره آینده. I think it will rain tomorrow. ممکنه هست بارون نیاد، ولی من فکر میکنم که شاید باران خواهد آمد. I believe she will come. من باور دارم که اون خواهد آمد، ولی ممکنه هست نیاد. یکی دیگه از استفاده های ویل این هستش که ما میتونیم برای آفر دادن یا پیشنهاد دادن ازش استفاده بکنیم، یا این که میخوایم به یکی قول بدیم میتونیم از ویل استفاده بکنیم. مثلا I will help you carry those boxes. این یه آفر، یه پیشنهاده. Richard will call you tomorrow. من قول میدم، اینجور قوله. من مطمئنم که یعنی قول میدم که ریچارد به فردا زنگ میزنه یا زنگ خواهد زد. و همینطور اگه یادتون باشه ما از present simple زمانی استفاده میکردیم که درباره فکت ها داشتیم صحبت میکردیم. همینطور از future simple هم میتونیم واسه فکت های آینده استفاده بکنیم. مثلا It will be our 20th wedding anniversary next year. درسته؟ یه فکت دیگه. و چرا از ویل استفاده میکنیم؟ چون هنوز مطمئنیم شاید تا سال دیگه این موقع ما اصلا از هم جدا شده باشیم. درسته؟ Our house will be 150 years old soon. یه فکته. درسته؟ بریم سراغ the future continuous. future continuous دوباره مشخصه. گفتم وقتی کلمه continuous یا اصطلاحاً progressive رو میشنوید یعنی اینکه باید از ing و to be verb ها استفاده بکنید. حالا یا این to be verb ها به صورت am و is و are میان، یا به صورت be یا been میان، یا به صورت was و were میان. قطعاً ما از future continuous زمانی استفاده میکنیم که یک اتفاقی در یک زمان مشخصی در آینده قرار در حال اتفاق باشه. میتونن این اتفاقات در آینده شروع و در همون آینده هم به پایان برسن، ولی ما زمانش رو نمیدونیم. و همینطور میتونیم از future continuous استفاده بکنیم واسه وقتی که یک سری اتفاقات در آینده قراره به صورت تکراری رخ بدن. سیمپل نیستن، حالت عادی نیستن، قرار تکراری در آینده تو یک زمانی رخ بدن. و استراکچر future continuous هم به این صورت هست: subject will be plus verb ing. مثلا I will be eating dinner at 8 p.m. tomorrow. نکته اساسی اینجاست که شما نمیدونید چه زمانی قراره که شامتون رو بخورین، چه زمانی قراره تمومش بکنین. فقط میدونید که ساعت 8 ممکنه که شما در حال انجام دادن این کار باشید. They will be playing tennis tomorrow. We'll be meeting with the
shareholders tomorrow. What will you be doing at 9 p.m. this evening? سوالش هم که مشخصه. بریم سراغ the future perfect. بچه‌ها ما از زمان آینده کامل یا همین future perfect برای صحبت کردن درباره کارها، یک سری اکشن ها، یک سری استیت ها، اصطلاحاً وضعیت هایی استفاده می‌کنیم که تا در واقع قبل از یک زمان مشخصی در آینده به پایان میرسن و بیشتر اوقات هم از دو تا اصطلاح استفاده می‌کنیم توی این گرامر. یکی by و یکی هم when I'm older هست. حالا وقتی من براتون مثال بزنم متوجه میشید. حالا اون older میتونه خود کلمه when I'm older باشه یا اینکه مثلا میتونه یک سنی رو بگید. حالا بریم با هم ببینیم. و استراکچرش هم مشخصاً وقتی که گفتم حالت پرفکت به گرامر ما اضافه میشه، یعنی اینکه ما یک کلمه هوی، هزی، هدی چیزی باید داشته باشیم و مسلماً چون که داریم درباره آینده صحبت می‌کنیم و هیچ کاری با گذشته نداریم، پس باید از have استفاده بکنیم. مثلا البته استراکچرش رو بهتون نگفتم. استراکچرش اینجوری میشه subject will have به اضافه past participle. بریم با هم چند تا مثال ببینیم. They will have been married for 40 years this time next week. مشخص. I will have retired by the time I'm 55. اینجا در واقع هم by داریم هم when I'm older داریم. در واقع by the time I'm older I'm 55. مثال بعدی. You will have finished that popcorn before the film started. این طرف انقدر داره تون مثلا پاپکورن یا پوفیلا رو میخوره که داره میگه آقا قبل از اینکه فیلم شروع بشه تو اینو خوردی تمام شده رفته. اوکی، داره حدس میزنه. همچنان حواستون باشه که اینا صرفا یک سری پردیکشن، یک سری افکار هستش، سری ثات هستش که داریم راجعشون صحبت میکنیم و مطمئن نیستیم. و مثال آخر. Come over at 9 p.m. My parents will have left by then. بریم سراغ the future perfect continuous. دیگه همونطوری که مشخصه وقتی perfect داریم پس یه هوی هزی چیزی باید توش باشه و وقتی که continuous یا اصطلاحاً حالا progressive داریم پس باید حتما یک ing و یک to be verb توش وجود داشته باشه. استراکچرش که خب مسلماً به این صورت هست subject plus will have been plus verb ing. اما چه زمانی استفاده میکنیم؟ از future perfect continuous زمانی استفاده میکنیم که یه سری عملهایی رو میخوایم توصیف کنیم که توی یک زمان مشخصی در آینده قراره که در حال انجام باشن، در حال انجام خواهند بود. این درست تره. و وقتی از این زمان استفاده میکنیم ما میایم به مدت زمان انجام اون عمل هم فکر میکنیم. حالا مثال براتون میزنم تا قشنگ جا بیفته. I will have been living in, for example, Cardiff for 3 years in August. اینجا هم یه دیوریشن یا اون مدت زمان رو داریم و هم این که اگه دقت کرده باشین یک اتفاقی قراره در آینده قراره رو بهتره نگیم. در آینده توی یک زمان مشخص اتفاق خواهد افتاد. درسته؟ مثال بعدی. When I retire next month, I'll have been working here for 16 years. مثال بعدی. We'll have been walking for 6 hours by the time we finish this hike. و آخرین مثال. They'll have been traveling continuously for 7 years in June. مسلماً همونطوری که بهتون گفتم ما دو نوع فعل در انگلیسی داریم. یکی حالتهای استیت هستن و یکی اکشن ورب ها هستن. ما نمیتونیم استیت ورب ها رو به هیچ عنوان با هیچ حالت کانتینیوسی به کار ببریم. پس حواستون باشه که به فعلی مثل like, love, hate, believe اینا توی هیچ زمانی چه present، چه past و چه future اجازه ندارید ing اضافه بکنید. و دیگه مطالبمون تموم شد. این بود کل تنس هایی که ما نیاز داشتیم در 3 تا زمان اصلی present, past و future با هم دیگه کار بکنیم و بلدشون باشیم. حتما جزوه رو که لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم دانلود بکنید چون به شدت مورد استفادهتون قرار میگیره و همینطور مطالبی هم که اضافه تر من گفتم و توی توضیحات PDF نیست خودتون دستی اضافه بکنید که خیلی نکات کامل تری قراره براتون بشه. و اینکه خیلی خوشحال میشم همچنان من رو سابسکرایب کنید. حتما زنگوله چنل رو فعال بکنید تا از ویدیوها با خبر بشید و اینکه این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید تا اونها هم تمام زمانها رو کامل یاد بگیرن و اشتباه نکنن. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خداحافظ.